اولین چیزی که از انسان در وقت مرگش از او دور می شود چیست؟ اولین چیزی که در وقت مرگ انسان از او دور می شود و ساقط می گردد نام او است. زیرا وقتی که انسان وفات می کند می گویند که جثه و جسد میت و جنازه کجاست، نمی گویند که فلان کجاست، یعنی به نامش یاد نمی شود. وقتی اراده ادای نماز را بر او نمایند می گویند جنازه را نزدیک نماید، نام میت را نمی گیرند. و زمانی که به دفن او شروع می کنند می گویند میت را نزدیک نماید، نام او را نمی گیرند، بلکه می گویند مرده را یا میت را نزدیک کنید. وقتی که از دفن میت فارغ شوند می گویند به برادر یا خواهرتان دعا نماید، زیرا حالا از او سؤال می شود، نام او را نمی گیرند. پس منصب، قدرت، نام، نشان، نسب، قبیله و ثروت تو را مغرور ننماید. وقتی وفات نمایی حتی کسی به نامت تو را یاد نمی کند. این دنیا چقدر حقیر است و چقدر زودگذر است و چقدر بی‌وفا است و ما چقدر به این دنیا متوجه هستیم و در جستجوی آن قرار داریم.